سر نه چه کار کنم دیگه تو کی راست قرصم نمیده اون چیکار کنم حال پیشمی بچه خاله خورم پر رو مرور خودش برو پناه به خدا هر چی شد سلام خالشتن انتیار بخیر سلامت سالم خیریت بخیر بیاین بفرمایید چه خاله سلام وقت آمدن سرانیه خود شما میفهمید که خاله شما مریضه به خدا دیگه قرض کرده میتونم شدیم که چی بگم حالی بیام آدم گفتم اگر داشته باشیم 3-4 هزار برای ما بدیم که من دکتر ببرم به خود دیگه وضعیت میده پول بچه خاله ندارم کاش که دیرو سر رو جلوتر میامد من پولای بود اگه دادم ما کسیر بوده خدا دادم اگه بود یا شما گیمیتر بچه خاله میگم شما چرا این مادر خورمان خونه برارا خو اینا نمیبره البته مادر از اونا نیه نوبت از اونا نیه هم داریم 24 سال هم 12 این مادر شما خونه شماله اونا خاطر کم زنکای اینا شیپ و تیپتر مادر شما مرد زن قدیمه قبول نمیکنن ببریم تا خونه اینا پرتا کنیم آخه بچه از اونا هم خواسته نمیکنم بچه خاله فایده نداره بفهمیدیم اگه با مجرات کم میخوان خبرشم کنه انا مریض شده حتی تلفن آخرم خاموش میکنم از روز کمی انا مریض شده هیچ کدوم اینا بهم دیدن نمود با خونه اینا شما میشناسن شما سوء استفاده میکنن حالا کمی تو شده چه کار کنیم ببریم مادر خودمون تا خونه اینا پرتا کنیم بگیم اگه مادر مست مادر شما هم مست نوبت شما هم میرسه که مادر خود جمع کنیم وقت مجبورم که همین کارم بچه خاله وقتی که مادر شما تیار مادر خود ما وقتی که ناجور نماییم رو خوب گپ بزدیم همین مر بفهمم مجبورم همین کارو بکنم انا میرم همین کارو میکنم دیگه راهی ندارم قرض کرده دیگه به قول دیگه بهم هیچ جا دیگه روی ندارم آره دیگه هرچی دوایی و دکتری به جمع شما نه بگیم 4 روز شده 4 روز هم شما مادر خود جمع کنید هم یک نقصه دوایی هم شما بگیریم و مادر خود همین کارو مگه حال برام بچه خاله بکنم راست میگی بیایم به خونه که چای بخوریم سلامتی شما خدا خیر باشه خدا هر شفای بده خدا زنده باشید بخیر باشید باز چی گپا مادر این چی رقم کد شما دائم وقت بام تا سر نمیمونه خود دگم بچه کودری دیگه بیا برو چم شو بام خونه از اونا برو کامرام تو جمع کنم دوا دکتری کنم ما کو بو مردم قرض کرده دیگه بیا خودم کجا برم دو نبستید نه دیگه از کجا برم دیگه کسی نمر بر نمیداره کسی دیگه بام قرضم نمیده برو 104 شو بام خونه بچه دیگه خوب برو با پاگاه کمیشه خور خیلی آدم میداره که میگه میتونه بیا 4 شو 5 شو تو جمع کنه نمیکنم سر صدا نمیگیرم موتر میگیرم میام تو برام میکنم میبرم دم سر تا میکنم جمع کنه حق اون کو حق داره نداره میگه کوسار منی هسته ندارم از کجا بیارم مادر دیگه کسی به ما غلط میکنه میرم یک موتر پیدا میکنم میام دور میبرم بخی مادرانه بده دست خود مادر چیه من چادر تو رو بخی نکنه چیه بخی بخی این بچه ها دیگه تن بسر تو عرض داره 5 شب خود جمع کنم مادر دیگه من دیگه میبینی من هیچ جا دیگه روی ندارم هیچ کس دیگه روی مرزی بیشتر بر نمیدارم هر کدوم که میگم دیگه روی بر نمیدارم همین هم حق دارم نفت کی همین نگاه کن بگیر مادر که نفت کی خوبه بخیر جانجوره خیریته چه عجب که بشنیدی 2 ساعت همینجا در میزنم واکو داره در واکو نانه را بردم واکو داره اینطور یاد کرده هیچکی نیه بسرا اون میگه من پیش بچه خو گلیک میرم دیگه من هیچکی ما چه کار کنم مادر زون نه مادر خو بابا ایت گل نیه هیچکی نیه زن کام گفتم نانر نیار یک وقت نانر میارم نیار واکو داره اینا با خو میگم زن خو نمیفهم بیا اغلا پس بابا من که زنگ بزنم نانر گفتم نیار بس واکو تو دال داره واکو که داخل سرا برو باز زنگ بزن واکو تو زنگ بزنم تو باز هر کس که زنگ میزنی زنگ بزن برو تو پس نانر گفتم خود شما جمع کنین این ناجوره
چرا ما با بالا افتادن که ما جمع کنم؟ شما با چیونی؟ این گل با چیونیه؟ خب این به خونه شما کلان شده، این به خونه ما کلان شده، من زن دارم. یعنی ما با بالا افتادیم که خاطر از اینکه ما برار کلانتر شما نو و دیگه به ما کسی به قرض نمیده، به هر جا برفتم روی مربر نداشتم. امروز بچه خالی تو روی مربر نداشت. دیگه من به پیش کی برم؟ دیگه چیزی هم ندارم که بفروشم. نه جوب چه من که زن ندارم، این گلم زن نمایه شما. میگه خوشی من نیاره که چیزیه خشره پشریه. اشتباه میکنه که میگه نمایه، میشته خوشی خور نمایه. تو که نداری که مادر خو مگر نیست گل نمایه. میگه مادر ماما چون یک سری نفری میکنه عروسا خود. این گل اشتباه کرده. پاسو که ما برو داخل پاسو. بده یک زنگ بزنم. نمایه که زنگ زدی باش که داخل سر برم که مردم من میبینه بعد پاسو. آره ببینم من میرم. پاسو نمایه که بریم. میگه واکو داره. داره واکو. داره واکو. داره واکو. پاسو. بیا که پایین کنی بیا. واکو داره. داره واکو. واکو داره. نگاه. ها. میشی خود بده یک زنگ بزنم. پولار خلاص نکنید اگه زودی کلاک بکن. شما نی ایت گل بیار. نمینه که از صبح چی زنگ بزنم جواب نمیده ما با کجا هسته. الو منم نیلولا نیه یلا کمید گل نیلولا نانل بیارده به در سلام میگه نانل جمع کنی شما ناجوره ها دیگه شما سر شما حق نداره. میگه به سر شما حق نداره نانی مانه میگفتون که ایت گل میگه که نانل دیگه نگذاریم مثلا که پول نداریم ما انا چیزی میگه نه نانل شما اوش کنی که برای بگفتی بده میگه نیلولا اشتباه کرد بارای به خوب گفته تام بو خوب میگه بابا این سنکا برار من نمایم این نانی من میگه همین خوشو من خشره پشریه اشتا کنیم مایی بیاورده خود کل گنده خود من حالا با تصوب مگرم گریان آنر گوش کشم من تا شم زفناله زنه برو به دو مال کسی می اگری موشا با تا کسی می مال جمع کنه خور میخورم اگوش نگی واکو بعد رشکانی بله ها کجا بدی سلام علیکم 10 پیاله او بنانه خوب دادم مجیدم 10 پیاله 15 پیاله او بنانه خوب دادم من چی رقم یک سری میگه نانه او میگم او پیار ما گفتم برو به گیلک بگو خب جامعه فرغونی پیدا کنن قراری کردن نانر با فرغون کنه ببره درس رو نورالله تا کنه که ما نمیاییم خب کجا مستکی؟ مستکی نورالله بیام خب گفته که نانر بگیریم شما دشه رویش کنی که این ناجور شده ما چون چکار شده نقره که دیگه امکان داره خلطیر شده باشه آخوار پیار ما گفت ببره کجا ببرم؟ ببر درس رو نورالله تا کن چی ببرم؟ با فرغون چیزی پیدا کن مرتقه به ما فرغون میده ایجا پنیر همسایه ها بستو هر مرغ اعتبار نمیمونم میکنم من میکنم نانر قرار کرده با فرغون ببر درس رو نورالله تا کن بگو ما میمونیم ما درس رو نمیاییم ماما سکیلی می نانه ور نمیبریم بله پشت سر ماما بشم محرمه اشته مرمه همون محرمی نه به وسط بالشت میگذاری برو گیلگی برا فرغونی بده برانمه کوکاخ بگنه برا فرغونی برو کجا برو؟ خب فرغونی پیدا کن نانه به تایی کن ببر دیگه بگی تو برو به نانه یک سری او بده
من کجا برم فرغونه؟ کی فرغون ما میدم ارتقا پرا مرغ با میتوار نمیبینه. بیا به سرا. بیا. برو تو فرغون میدم برو ما به سرا برو خودت. بیا. بده. این میمون به سرا دینا میمون رفتیم ما ایران ولی خودی کو بیا. میمونه خیلی. ما از کی وستون اومده فرغونه؟ نه شما میبرم مثلا نیلولا دیگه کسی فرمون نداد با من خیلی سنگینی نه ها؟ خب نانه جو گرار میکنم که نیه زنه کوینه دیگه ایش کدوم نیه چه کار کنم به شما کمال بابا خدا نانه بشکا هیچی با من زحمت نکشیدیم نانه نانه جو اینجا بشینی اینجا بشینی نانه همه بشینی همه بشینی من نه حال میایه نورالله میایه تکوچه شما رو میبینه نه خود دینا زحمت کشیدم حالا جواب حالا جو بچه منو جو بله خاله از این مردی خالا جو بله سرانه نورالله بلا دینانه بله یک دقیقه برو خاله صدا کن بگو بیا اگه میگه مادر تو شیشته کار خب باشه یک پیشی منو جو چه کار نانه کی آورد تو اینجی؟ اشتباه کرد گیلا گم یکه به تا سر منه چرا شما یک دوش و جمع نمیکنم اینو رنگت از گیلک به زیر خاک شه من خود ازی برارا چه کار کنم خیر مادر گریه نکن بریم بخی بریم بیا خیره ای خدا دست از این گروه فرقونی غمه ایلک ای جان خب خونه زندگیش میکنی برای من ایلک خوام بشو کنانه چی؟ نانه ببرشی ببردی کمار ما بشکا چرا؟ فرمون نداد کسی نداشتم همسایه با کفت خودم بود تو چرا در سرا با میگذری میتا 4 تا سر را میگذری بخیر وا بلا نه ما دیوار بالا شدم آمادا کجیر بیری شد خب کجیر بیرو شد تو نباید در سرا چک کنی کجیر بیری زاده شد میده دو زیزی بیا هرچی باشه جمع کنه ببره بیا من تجیر من شیشته بیدم من که نانه ببردم گفتم به سرا باشد سرا روش کن ببردی تعبیر دادی به نورالله نه به دست نیرالله دادم تسلیم کردم گفتم من نیرالله نانه تو بگفتی برای چی بگفتی برای او؟ به کی چی به گفتم؟ نورالله به نیرالله گفتم که نیرالله انا مادر من انا گفتم که نه گفتم خیر باشه خیر بینی که بیاوردی میگفتی که وقت مال و میراث میشه همه میگه با تو ببخشه با وقتی که با دوا و دکتری میشه با یخان ما میندازی بگفتم تسلیم کردم در سرات به تا سرا و بردم چرا دیگه بیاوردی و قبول کردی تو خود نیرالله ماز به تاگیش بزنه کی ماست تاگیشتو بزنه؟ نورالله. اول شهر هرتا که تاگیشتو بزنه نمیای شو میای به سرا چی شاخوا کدی دیگه خودتو گرد میزنم چی؟ میگم شو میای به سرا سرا اگه شغال چیزی خود من از پاک مرغا را بالا بون ببره چیکار میشه؟ اخبال تو که هستی که شغال نمیتونه بیایه در سرا میتونه 4 تا فکر کنون تو نبشی با خدا کجیر است بیدست او کرده خوب شغال اگه بفهم که ما مثلا اوه که کجیر نمیاد هست کجیر دیوار که تو در خوبه نمیبینی شغال اگه بفهم که ما نه مثلا تو نبشی دل جمتر وقتی دسترو خوب بشور لباسا خوب برخوب که بری خودمه برو شوم نمیاد و خزا
بابا شوم میام حال خیلی دارم من به تسلام ما برو من حال باز خواه میشی درس راه میری نمیشم در میری در بسته کن و خیلی لباس ها خواهی وقت بگه بره که بعد و تو برو با میفهم برو یه خوبه اگه به کوچه هم بیرون میشی داده اگه میای درس رو دیگه اون نگذارم شب بیا گیل که بعد خوب برو بیازی میترسم میام دیگه بیازی به سلام میترسم دارم خوب استکنی با دارم و نگذاری ایت گل چیه؟ بگو خرج من انبار کنم میام تو باباره درس رو خوب استکنی میگم باباره نگذاری داره بابا بگو خرج من بابار کنم خرج تو باباره تو غم خرج خونه خورک میشنه